و از بس که بیبی ساره فرزند نداشت، سین سالش هم خیلی بزرگتر شده بود، کنیز گرفت با سیدنا ابراهیم علیه السلام هدیه کرد. حضرت ابراهیم از کنیز پسر یافت با نام اسماعیل. اگه این سبحان الله، این اصلا همین رشک زن به حد است که بسیار بسیار تعجب آور است. به بیچاره مادر ما خودش کنیزه که به شوهرش هدیه کرد که از همین فرزند بیو، اما وقت فرزند یافت چنان در سوزی رشک سوخت که دیگر تاب طاقت چه گم کرد. گفت این را میبری از چشمم دور میکنی. و قصه را میدونه که حضرت ابراهیم علیه السلام البته که به هدایت خدا و به وحی الهی نمیشود، برای آبادانی همون سرزمین، برای آبادانی خانه خدا که مردم از نو رفته و در اونجا عبادت کنند و طواف خانه خدا را به جا بیارند، به حضرت ابراهیم علیه السلام وحی فرستاد و تلقینش کرد تا اینکه کنیز خودش همراهی فرزندش گرفته بیارد و در یک صحرای به آب و گیاهی که یگان شخص در اونجا نبود. خانه کعبه در موضعی بود که اندک بلندتر بود از گرد اطرافش، یعنی سیل راه نبود، از دو طرفش سیل راه بود، شستگی و این در یک بلندی و ارتفاع بود. در همون موضع در جایی که امروز چاه زمزم است، همونجا فراورچو یک مشک آب و یک خلطه خرما همراهش داشت، نزدشان گذاشته، الوداع کرده بازگشت. و خداوند بزرگ توسط این تفلک چاه زمزم را که الحمدلله و المنه میلیون ها میلیون هر سال از آب آن سیراب میگردند و با هدیه گرفته و بهترین هدیه از برای قوم های خود میارن از حوض همون خداوند به توسط اسماعیل خردسال امت محمد صلی الله علیه و سلم را در مدت چقدر شده که حساب شما میدونه. به بعض روایات اسماعیل علیه السلام 2.5 سال قبل از تولید عیسی علیه السلام تولد شده است، زندگی کرده است. تا زمان ما شاید 5000 سال زیادتر گذشته باشد. انا همین قمادت چاه زمزم عمل میکند و آبش کاسته نمیگردد و مسلمان ها سیراب میشوند. انا نعمت خدا. یک معلومه داشتیم در اونیورسیتیت، همین قصه را میکرده، بعد داد و فغان میکرد به خاطر همون کینه و کدورتی که به اسلام داشت. قصه حضرت ابراهیم میکرد، میگفت که 40 فرزند خورده میبری در صحرا میپرتوی، اگر کسی مرا گوید که فرزندت کش من ویا میکشم، داد زده همین سخنه میگفت. آخه ترا چی و سر تا به سر پیغمبر ها گذاشتن چی؟ او پیغمبر خداست که او کارا میکنه. انا خیلی بزرگ مرد است که خدای تعالی از میان میلیارد بنده هاش او را برگزیده است و پدری ملت موحد قرار داده است. قدرت خدای تعالی را ببینه. اینجا چند نفر همکورسا و همسبقم در مسجد هستند، همش میدونن که دروغ نمیگم. این زن یک فامیلش نمیگیریم، یک پسر داشته است، یک پسر. کسی همون پسر جانی من گوید کش، من خودش هم میکشم. پسرش یه روز در حالت مستی میه، مادرش چنان لگد کوب و مشت کوب میکنه که به همون ضربلت های دنیا گذشت برفت. این عاقبت کارش. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی رو خدا رسوا نکرد. هر کس باید موضع خچه بدونه، هر کس باید جای خچه بشناسه. و حضرت اسماعیل علیه السلام در همون مکان همراه مادرش میزیست. قوم با نام قبیله جرهم و گفتیم که یا قدیمه هستند، از اعراب بعیده هستند، در نزدیکی مکه زندگی میکردند. گاه گذرشون می افتاد. بار اومدن دیدن که یک زن همراه یک تفلک در همونجا زندگی میکند و در نزدش یک چاه نازنین است، زمزم. به خاطر اون میگن که آبش فراوان خارج میشد. اومدن اجازت پرسیدن، یعنی صاحب چاه هستن اینا آخه، که اجازت بدید که ما در جوار شما، در اطراف شما زندگی کنیم. وقتی اجازه گرفتن، همه قبیله آهسته آهسته اومده در اطراف مکه خانه ها ساخت و از آب همون زمزم استفاده می بردن. در این بین بیبی هاجر مادرمون از دنیا گذشت. بعدا
حضرت ابراهیم علیه السلام در تاریخ میبینیم که یک چند بار به نزد فرزندش به مکه آمده است. به اخبار صحیحه محققا وقت حساب کتاب کردن بعد وفات بیبی هاجر حضرت حتی بعد وفات نه در زمان حیات بودنش هم بار اومده است. عموما بعد از او که طفلک همراه مادرش آورده گذاشته بود 4 بار دیگر به مکه مکرمه تشریف آورده است حضرت ابراهیم. بار اول قصهش در قرآن است، قصه ذبح اسماعیل علیه السلام که حضرت ابراهیم رؤیا دید، رؤیای صالحه که خداوند امرش کرد که فرزند خطه برای ما قربانی کن و حضرت هم به یگان درنگ آمد به مکه مکرمه خواست اسماعیل ذبح کند، اما خداوند وقتی که دید که پیغمبر رؤیای حق تصدیق کرد، قد صدقت رؤیا بالحق، در عوضش یک ذبح عظیم عطا کرد، یک گوسفند بزرگی. این بار اولش است. بار دوم میبینیم که حضرت اسماعیل علیه السلام ملکه بزرگ شده است و یک زنی را از همون جرهم به زنی گرفته است. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که به مکه مکرمه تشریف آورد اسماعیل نبود فرزندش. از زن پرسید که اسماعیل کجاست؟ گفت پیدا نیست، شاید شکار رفته بود. گفت زندگیتون چی نوع است؟ از زندگی گیله و جنگیله که شکایت کرد. همین زن جکاک عمری آدم خزان میکند. پدرمو ابراهیم علیه السلام ایرا خیلی خوبتر از ما و شما میدونست. از این خاطر زن گفت که وقتی که شوهرت اومد بگو که عتبه درش عوض کند، استانه در عوض کند که این استانه نشید. این بیچاره زنی به عقل از کجا میفهمه که چی گفت؟ نباشد در حیاتش کلمه را به حضرت اسماعیل میرسوند. وقتی اسماعیل اومد زن گفت یک موسفیدی بسیار زیبا جمال و نورانی اومد و تأکید کرد که اسماعیل عتبه درش عوض کند. گفت جواب دادم برم 4 طرفت قبله، عتبه در من تا هستی رود در گور، از این معلوم میشه که تو خوب استقبالش نکردی. و دختری سروری قبیله بنی جرهم مزاز ابن عمرو جرهمی را بزنی گرفت. سفری سیم حضرت ابراهیم دا میبینیم که اومده است، باز فرزند چه نیافته است. ببینید حضرت تو به حد امانتدار بود که از مادر مو بی سوره همه فقط یک مهلت دیدار اجازت میگرفت. همه اجازتش که خلاص میشید قفا میگشت. او علینی قدی کار میکرد. حضرت آمد که اسماعیل علیه السلام نیست. پرسید زنه که چه حال احوال دارید؟ گفت الحمدلله، بسیار شکرگزاری نعمت خدا را میکنم که پروردگار خیل شوهری صالح برای من عطا کرده است، خداوند در خاندانم نور عطا کرده است، صاحب فرزند هستم. حضرت گفت وقتی که شوهرت اومد بگو که نه وقت عتبه زیبا و خوب موافق پیدا کردی، نگهش بدار. وقتی که اومد حضرت اسماعیل زنش این سخن به او رساند، شکرگزاری نعمت خدا را کرد که الحمدلله و المنه، خدای تعالی زنی صالحه داده است. واقعا زنی صالحه نعمتی بزرگ است. کسی را خدای تعالی زنی صالحه باشد، خواه پیغمبر باشد خواه غیر پیغمبر باشد، خیر دنیا و آخرت داد استش، دیگه بخره بگرده، بزرگترین نعمت است. زنی خوب و فرمانبر و پارسا کند مردی درویش را پادشاه. حضرت اسماعیل علیه السلام از همون دختر مزاز ابن عمرو جرهمی 12 فرزند یافت، 12 پسر. نام 10 تاش در تاریخ هست، اما از بس که از اونها یگان اصل باقی نمونده است. ما نمیدونیم آیا یگان قوم باقی گذاشتن، چیزی گذاشتن، حاجت به گفتارشون نیست. اما 2 فرزندش مخصوص ذکر میکنیم. این فرزندای بزرگش هستند. یکیش نامش نوبت بود، دویمش قیدار. پسر کلانیش نوبت بعدی وفات اسماعیل علیه السلام چند مدت تولیت کعبه در اختیارش بود. ما سفر 4 حضرت ابراهیم در این بین نگفتیم، آخران سفر شد که وقتی اومد حضرت دید اسماعیل علیه السلام تیر برای کمانش درست کرده است در لب چاه زمزم. خیز پیش پدری بزرگوار پدر را زیارت کرد. بعدا 2 نفر دست آستین بر زده و با کمک جبرئیل علیه السلام و بعض دیگر از ملائک خانه کعبه را برداشتند، قامتش برداشتند و حضرت ابراهیم ندا داد و خداوند این ندا را
در تمام عالم، در اطراف و اکناف، در صلب پدران، در رحم مادران، در روحها رسانید. هر کسی که اجابت کرده لبیک گفت، خدای تعالی او را مستوجب زیارت خانه خود گرداند، مستحق خانه خود گرداند و همه انشاءالله کسی که لبیک گفته است خانه خدا را میرود زیارت میکند. این سفر آخران حضرت ابراهیم علیه السلام است، ساختمان کعبه. و اسماعیل علیه السلام مدت 137 سال عمر دیده است. در همین مدت تولیت خانه کعبه در اختیارش بود. بعد وفاتش در ابتدا پسر بزرگش نوبت، بعد از او قیدار سروری و تولیت کعبه را در اختیار گرفتند. اما بعد وفات قیدار حکومت به دست باباش گذشت، به دست همون موزاز ابن عمرو جرهمی و قبیله جرهم دیگر فرزندای اسماعیل علیه السلام، همین عرب‌های مستعربه را در یگان